نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. این آیه متعلق به ابتدای سوره هست. در اول سوره ما خواندیم که خداوند عزوجل سرزنش کرد مشرکین را، زجر برایشون بیان کرد که وجعلوا له من عباده جزءا، از بندگان خدا برای خدا اونها جزئی انتخاب کردند، یعنی فرزندی. عیسی را میگوین فرزند خدا، هر گروه یک کسی را میگه فرزند خدا. الله عزوجل به حبیبش اعلام میفرماید که ای پیغمبر به آنها بگو ان کان للرحمن ولد، اگر برای خدا نائبی بود، برای خدا فرزندی بود، فانا اول العابدین، اولین عبادت کننده من بودم نه شما. من پیامبر خدا هستم، من از هر کس به خدا نزدیکترم. لذا الله عزوجل از فرزند و از نائب و از شریک پاک است. الله ندارد شریکی. چرا شما بر این عقیده خرافی و شرکی خودتون اصرار می‌ورزید؟ الله عزوجل پاک است. سبحان ربک، سبحان رب السماوات والارض. الله پاک است. سبحان، قبلا گفتیم بالاترین کلمه توحید سبحان الله است. سبحان به معنای پاکی، منزه بودن، مقدس بودن، پاک بودن از هر عیب، از هر ایراد، از شریک، از پسر، از دختر، از همسر، از همه اینا الله چیه؟ پاک است. سبحان رب السماوات والارض، پاک است رب آسمان ها و زمین، اون ربی که پرورش دهنده آسمان ها و زمین هستند، و آن ربی که رب العرش، رب عرش است، اون پاک است. عما یصفون، از آنچه که مردم توصیف میکنن، از آنچه که مردم بیان میکنن. یکی برایش دختری بیان میکنه، یکی پسری، یکی شریکی، یکی جزئی. لذا الله عزوجل از آنچه که مردم بیان میکنن، از همه اینها چیه؟ پاک است. خب وقتی که اینها اینقدر گستاخند، اینقدر بی‌ادب هستند، خدای عزوجل چرا اینها را به اشد مجازات گرفتار نمی کند؟ خدا چرا اینها را مؤاخذه نمی کند؟ الله می فرماید فذرهم یخوضوا و یلعبوا. این زجر است همراه با تخویف اخروی. ای پیامبر بگذار آنها را، ترک کن، رها کن. یخوضوا و یلعبوا، خوض میگویند وارد شدن در مباحث بیجا، و یلعبوا، لعب میگویند بازی، بیکاری. بگذار اینها را. یخوضوا فی باطلهم یلعبوا فی دنیاهم، بگذار اینها را که وارد بشن در مباحث باطلشون، و بگذار اینها را که بازی کنند در دنیایشون، دل خوش کنند. حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون، وعده اینها اون روزی هست که در آن روز وعده داده می شوند
پس بگذار آنها را حتی یلاقو، حتی که ملاقات کنند، مواجه بشند، یومهم الذی، با آن روزشان که وعده داده می شدند، وعده داده می شوند. اون روزی که وعده داده می شوند بذار به اون روز برسن. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این دلیل توحید عقلی دیگه هست. الله عزوجل ذاتی هست که هر جا او معبود است. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در آسمان هم اله او هست، در زمین هم اله او هست. در آسمان همه خلائق، همه فرشتگان، همه ملائکه او را پرستش می کنند. در زمین هم همه مخلوقات او را پرستش می کنند. هر جا اون قادر و مقتدر است. هم هر جا به عنوان اله هست و معبود هست، پرستش میشه در زمین و آسمان، و هم به عنوان پادشاه مطلق و مقتدر و گرداننده هست. و هو الحکیم العلیم. اون ذات حکیم است، هر کارش با حکمت است، و العلیم همه امور را او میداند. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض. وقتی که ثابت شد که قدرت لا یزال همه جا هست، اقتدار او بر زمین و بر آسمان هست، در زمین و آسمان اون اله مطلق و معبود یگانه هست، پس ثابت میشه از اینجا که برکات هم همه مال او و از آن او هست. و تبارک الذی، با برکت است آن ذاتی که له ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای اوست پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینهما، ما بین اینها. و عنده علم الساعه، فقط و فقط نزد او هست علم قیامت. و الیه ترجعون، فقط به سوی او برگردانده می شوید. بنده قبلا خدمت شما عرض کردم که از لوازم الوهیت، از لوازم معبودیت این هست که کسی میتونه یعنی اله بشه، کسی میتونه معبود قرار بگیرد که چند صفت داشته باشه. یکی این که قدرت مطلق، که این را بغیر از خدا ندارد. له ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان، تدبیر و تصرف و اختیارات، مدیریت مال آسمان و زمین مال به دست الله است. دومی شرط الوهیت چیه؟ علم داشته باشه، از حال معبودان با خبر باشه، علم غیب داشته باشد، علم دنیا، علم آخرت، قیامت، همه مال او باشد. اینجا هست و عنده علم الساعه، علم قیامت نزد او هست، نزد کسی دیگه نیست. و بعد چنین ذاتی باشد که هیچ کسی نتوند در دربار او شفاعتی بکند. بعد از اینم میخوانیم ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، غیر از خدا بقیه کسی جرأت شفاعت در محضر الله ندارد. پس وقتی که همه این اوصاف الوهیت برای الله هستند، اله هم فقط اوه، بغیر از او کسی معبود و خدا نمیتونه باشه. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه، الله می فرمایند مالک نیستند، مالک شفاعت نیستند، مالک سفارش نیستند آن معبودان باطلی که یدعون من دونه، ای یدعونهم من دونه، آنانی که مشرکین آنها را میخوانند بغیر از خدا، اونها مالک نیستند الا من شهد بالحق، مگر چه کسی میتواند شفاعت بکنه پیش خدا؟ شفاعت بالاذن، مگر اون کسی که خودش شهادت به حق بده. بالحق یعنی بالتوحید، ای لا اله الا الله. یعنی کسی میتونه شفاعت بکنه در محضر الله که خودش موحد باشه، خودش شهادت بالحق بده، لا اله الا الله بگوید، اشهد ان لا اله الا الله بگوید. ببینید این آیه دو تفسیر داره. یک تفسیرش اینه که این معبودان باطل، این خدایانی که مردم اونها را تراشیدن به عنوان خدا، لات و منات و
عرض کنم که ود و فلان این تمام بت‌هایی که مردم اونها را عبادت میکنند، اینها نمیتونن شفاعت بکنند. اولا من مطلب را فراموش کردم که این آیه مدعای اصلی سوره هست. این آیه مدعای اصلی سوره است. در اول سوره خدمت شما عرض کردیم که در این سوره یک شبهه دیگه پاسخ داده میشه، اشکال دیگه پاسخ داده میشه. اون اشکال همینه که خب خدایان ما اگر قدرتی ندارند، علم غیب ندارند، کاری نمیتونن برای ما بکنند، خب ما اونها را فریاد میزنیم صرفاً به این خاطر که حداقل سفارش ما و شفاعت ما پیش خدا بکنند. خیلی از غلات امروز، اهل خرافات امروز همین بهانه را دارند، میگویند که ما این افراد را که ما فریاد میزنیم دوستان خدا را، به خاطر اینکه ما را به خدا نزدیک میکنند، اینا واسطه و وسیله بین ما و بین خدا هستند. همون چیزی که در گذشته اهل خرافات میگفتند، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را برای چی پرستش میکنیم؟ تا ما را به خدا نزدیک بکنند. اونا همین میگفتند که برای ما سفارش بکنند، برای ما شفاعت بکنند. اینجا خدا جواب میده نه خیر، اینهایی که شما فریادشون میزنید، اینهایی که شما از اونها کمک میخواهید، اینها لا یملک الذین، مالک شفاعت نیستند، نمیتونه سفارش بکنند. این معبودان باطل نمیتونن سفارش بکنن. الا من شهد بالحق، تفسیر اول، این الا استثناء منقطع است به معنی لکن من شهد بالحق و هم یعلمون. لکن سفارش میشه، شفاعت میشه در حق کسانی که شهادت به حق بدهند. یعنی اینا که خدایان را صدا میزنن خودشون مشرکن؟ نه، سفارش در روز قیامت برای مشرک نیست، برای موحد است. من شهد بالحق ای الا لمن شهد بالحق، مگر سفارش میشه در روز قیامت برای کسانی که به حق گواهی بدن. به حق یعنی به توحید، اشهد ان لا اله الا الله. برای اینهایی که اقرار به توحید و لا اله الا الله دارن، برای اونها سفارش میشه. برای اونها انبیا، صلحا، شهدا، ملائکه همه سفارش میکنند. پس معنیش اینه که شما مشرکین که خدایان را میخوانید، شما روز قیامت ارزش و لیاقت شفاعت و سفارش ندارید. چه کسانی ارزش و لیاقت سفارش دارند؟ کسانی که خودشون موحد باشند، کسانی که خودشون موحد باشند. این هست تفسیر اول. چنانچه تفسیر مدارک می فرماید لکن من شهد بالحق بکلمت التوحید، کسی که سفارش بده به حق یعنی به کلمت التوحید. و هم یعلمون ان الله ربهم حقا، میدونند که معبود به حق الله است. و یعتقدون ذلك، و اعتقادم دارن هو الذي يملك الشفاعه، اون مالک شفاعت میتونه بشه. و هو استثناء منقطع و او متصل، لان جمله الذين يدعون من دون الله الملائکه، چون همه کسانی که غیر از خدا اونا را صدا میزدن ملائکه. پس معنیش اینه که برای این موحدین ملائکه سفارش میکنند. تفسیر دومش اینه که این استثناء متصل است. مطلب اینه که این خدایان دروغین، اینهایی که راضی هستند برای عبادت خودشون، اینا مالک شفاعت نیستند. مگر چه کسانی مالک شفاعت هستند؟ نیکان، کسانی که خودشون شهادت به حق بدن، مثل عیسی علیه السلام، مثل انبیا، مثل اولیا.
اولیاء واقعی موحد اونها مالک شفاعت هستند، فقط میتونند شفاعت بکنند، سفارش بکنند، شفاعت بالاذن در حق مؤمنین، در حق موحدین. قیل المراد بالذین یدعون من دونه، مراد از الذین یدعون من دونه عیسی و عزیر و ملائکه هستند. فإن الله لا يملك لأحد من هؤلاء، خداوند برای هیچ یکی از اینها ملکیت سفارش نمیده الا لمن شهد بالحق، مگر ای عیسی، ای عزیر، ای ملائکه شما میتونید شفاعت بکنید برای موحد، لمن شهد بالحق و هی کلمت الاخلاص و هی لا اله الا الله. شهادت بالحق چی است؟ کلمت الاخلاص است. شهادت بالحق لا اله الا الله است. و هم یعلمون، و آنها اعتقادا هم میدانند که به توحید اذعان دارند، یگانگی الله را میدانند. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله، در پایان سوره الله عزوجل دلیل عقلی اعترافی ذکر می فرماید. الله می فرماید ولئن سألتهم من خلقهم، اگر از اینان سوال کنی که من خلقهم، این عابدین و معبودین را کی خلق کرده؟ خدایان شما را و شما را که عبادت می کنید. لیقولن الله، اینها حتما پاسخ میدن که الله. فانا یؤفکون، پس به کدام سمت و سو اینها منحرف میشوند، برگردانده میشوند. و قیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، این جمله که در آخر سوره هست هم دو تا ترکیب داره و دو تا تفسیر داره. یکی اینکه این واو به معنای ربه هست. ربه یعنی بسا اوقات. پس واو به معنای ربه هست و قیله گفته اون، گفته کی؟ گفته پیامبر. معنی اینه که ربما قیله، رب قیله یعنی بسا اوقات پیغمبر می گفت، گفته اون پیغمبر این بود که یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، خدایا، یعنی شکایت میکرد از قومش، این قوم ایمان نمی آورد. پس بر اساس گفته حضرت قتاده رحمه الله که مفسر قرآن است، قال قتاده هذا نبیکم یشکو قومه الى ربه، منظور از قیله قول پیغمبر است. این نبی شماست، پیامبر شماست که پیش ربش داره شکایت میکنه، خدایا قوم من چرا ایمان نمی آورد. این قول اول است. قول دوم این که این واو به معنی ربه نیست، این واو قسمیه هست. این واو قسمیه هست. قسم از کنم که قسم الله عزوجل سوگند یاد می کند به گفته رسول الله و قیله یا رب، چون پیامبر همیشه می گفت یا رب یا رب یا رب، لذا الله عزوجل سوگند یاد می کند. سوگند به گفته اش که میگه یا رب یا رب یا رب، سوگند به این گفته اش، به این گفته محمد صلی الله علیه و سلم. جواب قسم چیه؟ جواب قسم اینه که ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، یعنی سوگند به سخن رسول الله که این قوم ایمان نمی آورد. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ای پیامبر اینها را بترسانی یا نترسانی، اینها دیگه ایمان نمی آورند. پس الله به گفته رسول الله سوگند یاد می کند. حضرت شیخ رحمه الله همین را می پسندد که واو قسمیه هست. و قیله سوگند به گفته او، سوگند به این مقوله او. کدوم مقوله؟ مقولهش که یا رب، گویا الله عزوجل این یا رب را دوست دارد. وقتی که بنده میگه، به ویژه محمد رسول الله میگه یا رب، الله این خیلی دوست داره که به او قسم میخورد.
جواب قسم، قسم به این کلمه که انها اولئک قوم لا یؤمنون، همانا اینها قومی هستن ایمان نمی آورن. هرچه برایشون استدلال بیاری، هرچه برایشون ذکر بکنی از گذشتگان، بازم حالیشون نمیشه، ایمان نمی آورن. پس چه باید کرد؟ فاصفح عنهم، بنویسی بعد از تبلیغ، فاصفح عنهم، ای پیامبر از آنان اعراض کن، از اونها رویگردانی کن، یعنی تبلیغ بکن، بیشتر نگران نکن خودت را. و قل سلام، این سلام سلام متارکت است. قل سلام یعنی دیگه بین من و شما جدایی، شما را خدا مؤاخذه میکنه که شما ایمان نمی آورید. فسوف یعلمون، این وعید است، ان قریب آنها میدانند که به چه سرنوشت خطرناکی گرفتار میشوند. خب این بود سوره مبارکه زخرف که در این سوره شبهه دیگر از شبهات پاسخ داده شد و اون این بود که شما که معتقدید ما اینها را فریاد میزنیم تا سفارش ما را بکنند، ولا یملکون الذین یدعون من دونه الشفاعه، اینایی که میخوانید و میخوانند آنان را بغیر از خدا، اینا مالک شفاعت نیستند. حال میرسیم به سوره دخان. در سوره دخان شبهه دیگر و اشکال دیگر از اشکالات مشرکین جواب داده میشه و اون اینه که خب شما میگید که خدایان ما قدرتی ندارند، شفاعت ما نمی کنند، اما حداقل فریاد ما را میشنوند. ما که اونها را صدا میزنیم فریاد ما را میشنوند، جواب ما را میدهند. الله عز وجل در همین ابتدای سوره میفرماید نخیر، انه هو السمیع البصیر، انه هو السمیع العلیم. هر چیز را شنوا، هر چیز را دانا الله است، بغیر از الله کسی نیست، و هر چیز را بینا هم الله است. این خدایانی که شما اونها را صدا میزنید نه میشنوند نه میبینند نه از احوال شما خبر دارند، پس بی خود اونها را صدا نزنید. در این سوره هم ابتدای سوره تمهید مع ترغیب است و بعد تخویف دنیوی و اخروی هست و بشارت اخروی، و در وسط سوره یک دلیل عقلی هست، و ما خلقنا السماوات. الله می فرماید حامیم والکتاب المبین، قسم به کتاب مبین، سوگند به کتاب روشن. جواب قسم اینجا محذوفه. خداوند به قرآن سوگند میخورد که ما بقی موضع شبهه، یعنی همه اشکالات شما جواب داده شد، همه ایرادات شما پاسخ داده شد، الان جای شبهه باقی نمانده، جای اشکال باقی نمانده. لذا می طلبد که شما چیکار بکنید؟ شما ایمان بیاورید، دیگه بیشتر خودتون را معطل نکنید. و باز الله عزوجل فضیلت قرآن را هم بیان می فرماید و تخویف دنیوی هم بیان می فرماید. الله می فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، همانا ما نازل کردیم این قرآن را در شبی مبارک، در شبی مبارک نازل کردیم. انا کنا منذرین، این حکمت انزال است. چرا نازلش کردیم؟ به این دلیل که ما منذرین هستیم، انذار میکنیم، میترسانیم. خدای عزوجل شما را از گرفت و از عذاب خودش میترساند. به این منظور قرآن مجید را نازل فرموده. در رابطه با این لیلت مبارکه بحث کوتاهی دارم که توجه شما عزیزان را میطلبد. اون اینه که مراد از لیلت مبارکه چیه؟ همه مفسرین اتفاق نظر دارن که مراد لیلت القدر است. القرآن یفسر بعضه بعضا. در جای دیگه ما میخوانیم که انا انزلناه فی لیلت القدر.
خب چطور در شب قدر، در حالی که قرآن در ظرف 23 سال نازل شد؟ اینجا دو تا جواب هست. یکی اینه که آغازش از شب قدر شد، آغاز و ابتدایش از شب قدر شروع شد. به این خاطر می فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه فی لیلة القدر. و بعضی دیگر از بزرگان جواب میدن نه، قرآن دوبار نازل شد، یکی از لوح محفوظ به آسمان دنیا، اون در یک شب نازل شد، در لیلة القدر نازل شد. دوم از آسمان دنیا بر قلب اطهر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون در ظرف 23 سال طول کشید. پس مراد نزول اولی هست. اما اینجا نوشتن روح المعانی قال غیر واحد المراد ابتداء انزاله فی تلك اللیله على التجوز، ابتداء نزولش در این شب بوده، به این خاطر مجازا میگن در این شب نازل شده، کلش در این شب نازل نشده بلکه آغاز شده در این شب. خب بنده عرض کردم مراد از لیلة مبارکه کدوم شب است؟ شب قدر است. به این خاطر عرض می کنم که بعضی روایت های ضعیف تفسیری هست که مراد از لیلة مبارکه نیمه شعبان است، نیمه شعبان هست. آیا چون که در رابطه با نیمه شعبان بعضی روایت ها ما داریم، قدیم می گفتن شب برات، نیمه شعبان را مردم محلی می گفتن شب برات، در این شب خیرات می دادن، در این شب نان روغنی درست می کردن، در این شب نقل و نبات تقسیم می کردن و می گفتند، اعتقاد داشتن که در این شب اعمال، ارزاق، تقدیر انسان ها همه در همین شب تقسیم می شود. معتقد بودند که خدای عزوجل در همین شب عمر ما را می نویسه، رزق ما را می نویسه، خیر و شر ما را می نویسه. لذا در این شب می گفتند که نیکی کنید، عبادت کنید، بدید در راه خدا تا اینکه فرشتگان ببینند و برای شما شهادت بدند. بعضی از روایت ها هم هست، به همین خاطر بعضی ها در نیمه شعبان خاصتا عبادت هم میکنن. بعضی از بزرگان ما هم احتیاطا میگن در این شب چون که فضائل آمده ما میتونیم که عبادت بکنیم. البته من اولا این خدمت شما عرض میکنم که این روایت ها ضعیفه در رابطه با نیمه شعبان. محققین ما همه تحقیق کردن این روایت ها ضعیفه. دوم هر کسی عبادت میکند خدا را توفیقی هست. ما بیشتر به این خاطر روی ضعف اینها تاکید میکنیم که این نوع روایت ها الان در لیلة القدر در قرآن آمده، ماه رمضان فضیلتش در قرآن آمده، 10 روز حج اول ذی حجه در قرآن آمده، والفجر ولیال عشر. اما بعضی شبهای دیگر، بعضی روزهای دیگر که ثابت نیست، ما به این خاطر روی ضعف این روایت ها تاکید میکنیم که مردم تنبل نشند. یک شبی را برای عبادتشون اختصاص میدند، میگن تو این شب هر چی میکنی بکن، دیگه شبها هیچ خبری نیست. اختصاص شبی از شبها برای عبادت وجود ندارد. در این شب رزقها تقسیم نمیشه، الله بهتر میدانه کی هست. لذا تفسیر قرطبی میفرماید قال ابو بکر ابن العربی و جمهور العلماء، جمهور علماء گفتن که على انها لیلة القدر، این لیلة مبارکه چه شبی هست؟ لیلة القدر است. و منهم من قال انها لیلة النصف من شعبان، بعضی گفتند که نیمه شعبان است. و هو باطل، این باطل است، این غلط است. به چه دلیل؟ لأن الله تعالی قال فی کتابه الصادق القاطع، خداوند در کتاب صادق و قاطع چی فرموده؟ شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، قرآن در کدوم ماه نازل شده؟ شعبان یا رمضان؟
در رمضان. پس انا انزلناه فی لیلة مبارکه همون رمضان هست، همون لیلة القدر هست. دوم بازم علامه قرطبی میفرماید وليس في ليلة النصف من شعبان حدیث یعول علیه، در رابطه با نیمه شعبان حدیث صحیحی که بر او اعتماد بشه وجود ندارد. حدیث صحیحی که ما بر اون چی بکنیم؟ اعتماد کنیم. لا فی فضلها، نه در رابطه با فضیلت این شب، ولا فی نسخ الاجال الیه، و نه در این که اجل و عمر ما انسان ها در همین شب چی میشه؟ نوشته میشه. فلا تلتفتوا الیها، قرطبی میگه به این روایت ها توجه نکنید که اینها ضعیف هستند. بنابراین ما معتقدیم که چیزی که از قرآن و سنت ثابت بشه بر چشم بگذاریم، بهش عمل بکنیم. اما چیزی که نیست لذا بی خود فشار نیاریم که حتما بیاییم و فضیلتی ثابت بکنیم و اعمال خاصی را در این شبها ما انجام بدیم. انا انزلناه فی لیلة، الان اضافه از اون که در قدیم بود، الان جدیدا اضافه اون بر آن در این شب یا در همین روز مهدی هم میگن متولد شده، دیگه فضیلتش اضافه شده، در حالی که از نظر ما اهل سنت مهدی هنوز متولد نشده و معلوم نیست تاریخ تولدش کی باشد. یکی از مجددین هست، همونطور که دهها مجدد بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بوده، یک مجددی در پایان از نسل و از اولاد رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهد آمد. اون پیغمبر نیست، بر او وحی نمی آید، علم غیب هم ندارد، مجددی هست، یعنی دوباره دین را تجدید می کند، بر علیه بدعات مبارزه می کند، سنت را احیا می کند، جهاد را بپا می کند و با دشمنان می جنگد و علم توحید را بر می دارد. جماعتی که در کنار او باشند اون جماعت ناجی و فائز هست. لذا این که حتما متولد شده جای مخفی هست و عرض کنم که در اون زمان مجدد ظهور میکنه، چنین چیز از نظر ما وجود ندارد و عقیده انتظار هم نداریم. هر کسی باید به پای خودش بیستد، یعنی هر کسی خودش باید عمل بکند، خودش جوابگوی اعمال خودش باشد پیش خدای عزوجل، بر اعمال دیگران هم هیچ وقت اعتماد نکند. لذا الله می فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما نازل کردیم این قرآن را در شبی مبارک. انا کنا منذرین، ما به این منظور نازل کردیم که ما می ترسانیم، انذار می کنیم. فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب نوشته میشه هر امر محکم. یفرق و یکتب و تفسیر مدارک. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ملائکه همه نزول میکنند، حوادث و اتفاقات بزرگی در اون شب اتفاق میفته. الله عزوجل خیلی از مقدرات را در همون شب دستور میدن که نوشته بشه. بسیاری از اتفاقاتی که در اون سال به ناس بیفته در همون شب قدر چی میشه؟ نوشته میشه. امر من عندنا، امری از جانب ما، کل امر، اون امر از جانب ما خواهد بود. انا کنا مرسلین، همانا ماییم که فرشتگان را میفرستیم. رحمتا من ربک، رحمتی از جانب رب، یعنی الله عزوجل فرشتگان را به منظور رحمت میفرستد. سلام، همش سلامتی هست، همش خیر و رحمت است. انه هو السمیع العلیم، این مدعای سوره است. سمیع و علیم، اونی که هر چیز را میشنود، هر چیز را میداند، فقط و فقط الله است، نه معبودان. رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. من ربک مبدل منه بود، این هم بدل است. رب یعنی رب آسمان ها و زمین و ما بینشان. اگر شما یقین میکنید، ترغیب است، یعنی یقین و ایمان میطلبد که شما به ربوبیت اون رب ایمان داشته باشید، باور داشته باشید. لا اله الا هو، همیشه
وقتی که لا اله میآید قبل از اون نگاه کن لوازم الوهیت بیان نشده؟ لوازم الوهیت یکی چی بود؟ ربوبیت، یکی علم، انه هو السمیع العلیم، بیان علم بود. رب السماوات والارض و ما بینهما بیان چی بود؟ ربوبیت، مدیریت، تصرف. لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی لایق عبادت لایق پرستش مگر او. یحیی و یمیت، اوست که زنده می کند و اوست که می میراند. ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شماست و رب آبای اولین شماست، پدران گذشته شماست. لذا اینجا تفسیر طبری نوشته لهذا فاعبدوه ولا تشركوا به شیئا. وقتی که این همه اوصاف حمیده دارد فقط او را عبادت کنید و با او کسی را شریک قرار ندهید. الله می فرماید بل هم فی شک یلعبون، این هم استدراک از ما قبل است. ببین با توجه به این دلائل ما بقی موضع شبهه، هیچ جای شک و شبهه باقی نماند، جای شک باقی نماند. اما بل هم فی شک یلعبون، این مشرکین در همون شک و تردد خودشان یلعبون بازی میکنند، یعنی بیکارند، وقت تلف میکنند، سوالات بیهوده، اشکالات پوچ و واهی عنوان میکنند و هنوز خودشون را در تردد قرار دادند. پس خداوند الان بیم میدهد، تخویف بیان میفرماید. بعد از این همه دلائل باز اینا متنبه نمیشوند. فرتقب، پس منتظر باش روزی که بیاورد آسمان به دخان مبین. چی را بیاورد؟ دود واضح را. سوره دخان است. ای پیامبر منتظر باش که آسمان دخان بیاورد، دود بیاورد. چه روزی تو آسمان عرض کنم دود آمد که عذابی برای مشرکین باشد؟ ببینید اینجا دو قول هستند. یکی این که یکی از علائم قیامت دود هست. در نزدیکی قیامت و در قرب قیامت یک روز همه جو و همه فضا را دود فرا میگیرد، همه جا دخان است. شاید مراد اون روز هست یا نه این اشاره به قحط سالی هست که برای مشرکین اتفاق افتاد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که مایوس شدند و با رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رفتار بد را داشتند، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را از مکه مکرمه بیرون کردند و مجبور کردند که ترک بکند. پیامبر الهی دل شکسته رفت و دعا کرد. خداوند بر این قوم قحط آورد، تا 7 سال قحط آمد. حتی در بعضی روایت ها می آید که مردم از گرسنگی هیچی نداشتن مردم مکه بخورند. مردم از گرسنگی استخوان‌های پوسیده قدیمی را روی سنگ‌ها می‌گرفتند، می‌زدند، پودر می‌کردند و اون پودرها را می‌خوردند. به مثل آرد درست می‌کردند اون پودرهای استخوان قدیمی را و می‌خوردند از بس که گرسنه بودند. لذا ابو سفیان و بعضی از سرداران مکه متوجه شدند. اینا بلند شدند رفتند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه و هنوز فتح مکه اتفاق نیفتاده بود. گفتند که شما دعا کنید که خداوند وضعیت ما را خوب بکند، ما بر میگردیم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دعا کردند همان گونه که الان در سوره زخرف خواندیم. فرعون هرگاه به موسی میگفت دعا کن، موسی دعا میکرد، عذاب دفع میشد، دوباره اونها اذا هم ینکثون، دوباره اونها نقض عهد میکردن، پیمان شکنی میکردن. لذا اینها ایمان نیاوردند. پس به دخان مبین کنایه از چی هست؟ از قحطی هست. وقتی که خیلی قحط باشد، در زمین هیچ اثری از سبزی نباشد، شما هم گرسنه باشید، شکم خالی باشد، انسان بنیهش ضعیف میشه، چشمهایش ضعیف میشه. وقتی که بره بیابان
زمین را سیاه میبیند، چشمش هم سیاه میبیند، تمام فضا را چون گرمی و حرارت است به شکل دود میبیند یا نه؟ این کنایه از اون قحطی هست. چنانچه نوشتند حضرت امام قرطبی بازم گفته قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمود انما کان هذا لان قریشا، این اتفاق دخان مبین و دود چه زمانی اتفاق افتاد؟ قریشی ها لما استعصت النبی صلی الله علیه وسلم، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را نافرمانی کرد، دعا علیهم بسنیهم کسنی یوسف، رسول الله بر علیه اونها دعا کرد خدای سالهای سختی مثل سالهای یوسف بیاور. فاصابهم قحط و جهد، قحط و سختی آمد، حتی اکلوا العظام، حتی که چی میخوردند؟ استخوان میخوردند. فجعل الرجل ينظر الى السماء، کسی نگاه میکرد از بس گرسنه بود آسمان را نگاه میکرد، فیرا ما بینه و بینها کهیئت الدخان من الجهد. قرطبی بین خودش و بین آسمان فقط دود میدید از بس که ضعیف شده بودند. جو هم سیاه بود چون آثار قحط بود، چشمش هم سیاه بود و بنیش هم ضعیف بود. لذا الله عزوجل در این سوره مکی که هنوز در مکه هستند پس پیشگویی می کند به اون روزهای دخان که این روزها بعد از هجرت اتفاق افتاد. لذا الله می فرماید فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، منتظر باش برای اون روزی که می آورد آسمان دخان مبین را، دود آشکار را، یغشی الناس، می پوشد اون دود این مردم را، هذا عذاب علیم، میگویند این عذاب دردناکی است، این خیلی خطرناکه، بالخصوص قحط در بلادی که اونجا هیچ آب و علفی از قبل نباشد. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، میگویند یقولون مقدر است، میگویند بار اله دور بگردان از ما عذاب را، اگر عذاب را از ما دفع کردی انا مؤمنون، ما ایمان می آوریم. اما پروردگار می فرماید این تعهدشون کجا؟ انا لهم الذکرى، چگونه خواهد بود برای اونها پند و اندرز؟ یعنی آیا از این دود از این قحطی پند میگیرند؟ وقد جاءهم رسول مبین، همانا پیش اینها چی آمده؟ رسولی که آشکار است دعوتش، این پیامبر آمده، چرا از پیامبر حرف شنوی ندارن؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، سپس از پیغمبر اعراض میکنند، روی گردانی میکنند و میگویند آموزش دیده هست. معلم یعنی چی؟ کسی او را آموزش داده، آموزش دیده هست و العیاذ بالله به رسول الله میگفت مجنون. الله عزوجل میفرماید الان که دعا میکنند ان کاشف العذاب قلیلا، ما اندکی عذاب را دفع میکنیم از شما، اما انکم عائدون، شما دوباره بر میگردید، یعنی دوباره شرک میکنید، دوباره ناسپاسی میکنید، دوباره بیادبی میکنید. ولی اگه دوباره بیادبی بکنید ما شما را دوباره میگیریم. یوم نبطش البطشة الکبری، روزی که ما مؤاخذه میکنیم، مؤاخذه بزرگ. اون مؤاخذه بزرگ کدوم مؤاخذه هست؟ بسیاری از مفسرین گفتند اشاره به یوم بدر است، اونجا باز دوباره شما را مؤاخذه میکنیم، اونجا شما را میگیریم. چنانچه در روز بدر الله عزوجل پوزهشون را به خاک زد، 70 تا از سرداران مغرورشون کشته شدند، 70 تا هم اسیر شدند، بقیه پا به فرار گذاشتند، هرچه مال و متاع داشتند تو میدان گذاشتند. لذا الله می فرماید یوم نبطش البطشة الکبری، روزی که ما گرفتار میکنیم شما را به گرفتاری بزرگ، انا منتقمون، ما در اونجا از شما انتقام میگیریم. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا اله العالمین قلم عفو را بر همه گناهان و جرائم ما بکش. مولا ما بندگان خطاکار را و بندگان اشتباهکار را مورد عفو و بخششت قرار بده. اله العالمین ربا از رسوایی دنیا و آخرت نجات من بده. در دنیا و آخرت بر ما جود بفرما، بر ما لطف و کرم بفرما. اله العالمین تمام یک گناهان کبیره و صغیره ما را مورد عفو و بخششت قرار بده. بر ما فضل بفرما، بر ما لطف بفرما، بر ما احسان بفرما. ما را به فضل و کرمت در این دنیا و در اون دنیا جز انسانهای موفق و انسانهای کامیاب بگردان. پروردگارا ربا ما را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما، توفیق دوری از گناه و معاصی عنایت بفرما، توفیق توبه نصوح نصیب بفرما. اله العالمین چشم ما، گوش ما، زبان ما، قلب ما از همه وساوس و از همه گناهان و معاصی حفاظت بفرما. ما را به هدایت قرآن هدایت بده، ما را به راهنمایی قرآن ایمانی نصیب بفرما که ایمان محکم و مستحکم باشد. اله العالمین از ما راضی و خوشنود باش و همیشه در راه رضایت ما را موفق بفرما. مشکلات ما را حل بفرما. عزیزانی که تقاضای دعا برای هر مقصدی کردند مولا دعاها را اجابت بفرما، مقاصد را برآورده بفرما، حاجات را اله العالمین برآورده بفرما و مشکلات ما و مشکلات همه مسلمین را، همه نوع مشکلات را حل بفرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان